خواهرای عزیز، شما از ما وقتی که نصیحت میکنیم از ما رنجیده خاطر نشوی. شما از ما خفه نشوی که مقصد ما نصیحت میکنیم فقط هم دخترو میگیم، چون که دل ما با شما میسوزه. اگر ما واقعا اگر ما غیرت نمیداشتیم، ما مقصد دلمون با شما نمیسوخت، اگر ما پروایی نمیکردیم که شما چی کار میکنید. ما مردم ارس که نیستیم، مردم ارس که مثلا زنهاشون چی کار میکنن پروا ندارن. ما مسلمانیتون فراموش نکنید. والله قسم ما ارزش و قدر و منزلتی که شما را خداوند دادگی هستی ما قائل هستیم. زنها را خداوند خیلی با ارزش کردگی هستی، زنهای مسلمان. ولی شما این قدر و منزلت خودتونه، این ارزشی که خداوند برای شما دادگی هستی، این ارزش با خودنماییتون در پیش چشم مردان بلهوس چشمچران پایان نبری. از الله بترسید. شما مسلمان هستی، قدر منزلت خودتون بیش از این پست نکنید. وقتی که یک انسان شما رو نصیحت میکنه، واقعا از سوز دل نصیحت میکنه. چون که اگر یک انسان دلش به تو نسوزه هیچ وقت را نصیحت نمیکنه. از الله شرم بدارید. پیش از آن که شما خودتون به نمایش میگذاره، همین حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به یاد داشته باشه که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما زنها چی میفرماید. در روایت بیهقی میبینم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند و خودپسند و متکبر هستند. اونها منافق هستند که از اونها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندکی. روایت بیهقی. خواهر عزیز، هر خواهری که مرا میشنوه خوب گوش اندازه که شما را وقتی نصیحت کرده میشود، شما انمی خیل از جهت کبر میگی که بیزار کرده برای خواهرای خودتون کاردار شوی، برای زنای خودتون کاردار شوی. این نشانه متکبری است که جناب رسول الله در همین حدیث میفرماید که نشانه هاشون چیه؟ همیه که اونها متکبر، خودپسند و متکبر هستند. اونها منافق هستند. یک چهرهش در سایت ها یک چهره دیگر دارن، در بیرون در پیش آدمای شناساشون یک چهره دیگر دارن. اینا منافقی میگن. اونها منافق هستند میگن. اونها منافق هستند که از اونها داخل جنت نمیشود مگر عدد خیلی اندکی. اگر سخن جناب رسول الله برات ارزش داشته باشه، از این خدمایی باز میداری خطبه، ولی هیچ وقت در نصیحت اعتراض نمیکنی. الله نگهبانت باشه.